در جلسه معاونان رئیس ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها و راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ولایتی اشتراک نمودند. رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید عاید تامین اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان که در سمینار جمهوری کشاورزان و واخوری با فعالان در ناحیه دنقره عاید به برطرف کردن مشکلات‌ها و اصلاح نمودن کمبودی‌ها در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت ارائه کرده بودند، اندیشه‌رانی نموده تاکید داشت که راهبران ساختار و مقامات دولتی در سطح ولایت و شهر و ناحیه‌ها با استفاده از امکانات و ذخیره‌های موجوده برای برطرف کردن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته و سپارش و وظیفه‌های در پیش گذاشته پرزیدنت کشور می‌باید چاره‌های عمیق و سریع اندیشند. ابراز گردید که هنوز هم در ولایت امکانات‌های استفاده نشده برای رشد اقتصادیات زیادند که در عمل تطبیق نمودن برنامه‌های دولتی رشد برای تامین زندگی شایسته مردم شرایط فراهم می‌آورد. گفته شد که برای استفاده ثمرناک زمین‌های کشت، بلند برداشتن حاصلخیزی آنها، تامین نمودن خواجگی‌های کشاورزی با تخمی بلندصفت زراعت‌های کشاورزی، بخصوص پخته و غله‌دانگی‌ها و زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. جهت صادرات محصولات کشاورزی از حدود ولایت خطلان دستور داده شد که حالا جمع‌آوری سبزیجات و میوه‌جات به راه مانده شده است. شماره استحصالات و صادرات باید حتما به آمارها وارد کرده شود. رئیس ولایت وابسته به راه‌اندازی فعالیت درست کارخانه‌های پخته به کار درآوردن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده و به این وسیله زیاد نمودن جای‌های کاری با در نظر داشت مرکب و وزنین و خطرزا پیشگویی گردیدن سال‌های در پیش ایستاده، صرفه و سرشته‌کاری و پیشگیری از خراجات زیادتی، پیشبرد کارهای عامه‌فهمانه و واخوری‌ها با جوانان و ساکنان، هدایت نمودن آنها با وطنداری و خویشتن‌شناسی، پیشگیری از گروش جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های تروریستی و افراطگرایی، جمع‌آوری سریع انداسا، بهتر نمودن صفت تعلیم و اشتراک فعالانه خوانندگان در آزمون المپیادهای جمهوری و بین‌المللی، درست به راه ماندن خدمت‌رسانی در مؤسسه‌های طبی، وسعت بخشیدن به روند بنیاد انشاءات جشنی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی پرسان شده، دستور و سپارش و توصیه‌های مفید داد.